روز اول نعمتهای زندگیتان را بشمارید. اغلب شنیده اید که دیگران میگویند نعمتهای زندگیتان را بشمارید. وقتی درباره نعمتهایی میاندیشید که به دلیل بهره‌مند بودن از آنها از خداوند سپاسگزار هستید، در واقع به انجام دادن چنین کاری مشغول هستید. اما شاید ندانید که شمردن نعمتهای زندگیتان به راستی یکی از تمرین‌های مؤثر است که می توانید آن را انجام دهید و با انجام دادن آن وضعیت کل زندگیتان به شیوهی معجزه‌آسا بهبود خواهد یافت. وقتی به دلیل نعمتهای کنونی زندگیتان از خداوند سپاسگزار هستید، با وجود اینکه ممکن است این نعمتها بسیار کوچک باشند، مشاهده خواهید کرد که این نعمتها بیدرنگ در زندگیتان افزایش خواهند یافت. اگر به دلیل بهره‌مند بودن از مبلغی پول از خداوند سپاسگزار هستید، حتی اگر آن پول بسیار اندک باشد، مشاهده خواهید کرد که پولتان به شیوهی معجزه‌آسا افزایش خواهد یافت. جنبه وارونه ماجرا نیز اینگونه است. وقتی ما نعمتهای زندگیمان را نمی‌شماریم، ممکن است ناخواسته در دام شمارش امور منفی زندگیمان گرفتار شویم. وقتی در این باره سخن میگوییم که از چه نعمتهایی بهره‌مند نیستیم، در واقع در حال شمارش امور منفی زندگیمان هستیم. وقتی از دیگران عیب‌جویی یا انتقاد میکنیم، وقتی درباره ترافیک، خیابانها، ایستادن در صف‌های طولانی، نداشتن پول کافی یا نامساعد بودن وضعیت آب و هوا گله و شکایت می‌کنیم، در واقع در حال شمارش امور منفی زندگیمان هستیم. وقتی امور منفی را می‌شماریم، این امور در زندگیمان افزایش می‌یابند. اما عامل مهمتر این است که با شمارش امور منفی زندگیمان در واقع خودمان را از نعمت‌هایی محروم می‌کنیم که قرار بود به دستمان برسد. من هر دو شیوه را آزموده‌ام. به بیان دیگر، هم نعمت‌های زندگیم و هم امور منفی زندگیم را شمرده‌ام. می‌توانم تضمین دهم بهترین شیوه ممکن برای بهره‌مند شدن از فراوانی در زندگیتان این است که نعمت‌های زندگیتان را بشمارید. هر روز صبح در ابتدا بکوشید نعمت‌های زندگیتان را بشمارید. می توانید فهرست نعمت‌های زندگیتان را به صورت دستی بنویسید یا آن را با استفاده از رایانه تایپ کنید یا از دفترچه ویژه استفاده کنید و همه سپاسگزاری‌های خودتان را در آن بنویسید. امروز باید فهرستی ساده را از 10 نعمت ویژه در زندگیتان بنویسید که به دلیل بهره‌مند بودن از آنها از خداوند سپاسگزار هستید. وقتی در این باره می‌اندیشید که چرا به دلیل بهره‌مند بودن از نعمتی ویژه، ارتباط داشتن با انسانی ویژه یا قرار گرفتن در موقعیت ویژه سپاسگزار هستید، سپاسگزاری را ژرف‌تر احساس خواهید کرد. این نکته را به یاد داشته باشید. معجزه سپاسگزاری بر مبنای میزان احساس سپاسگزاری شما اتفاق می‌افتد. پس در مقابل هر نعمت نوشته شده در فهرستتان، بکوشید بنویسید که چرا به دلیل بهره‌مند بودن از آن نعمت ویژه از خداوند سپاسگزار هستید. پس از اینکه فهرستی را از 10 نعمت ارزشمند زندگیتان نوشتید، دوباره آنها را از ابتدا بخوانید. می توانید آنها را در ذهنتان مرور کنید یا با صدای بلند بخوانید. وقتی هر یک از این نعمت‌ها را خواندید، بکوشید این جمله را 3 بار تکرار کنید. خدایا، سپاسگزارم. سعی کنید در حد توانتان هر چه بیشتر سپاسگزاری را به دلیل بهره‌مند بودن از آن نعمت ویژه در ژرفای وجودتان احساس کنید. سپاسگزارم. 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 من از شما می‌خواهم در طی 26 روز بعد همچنان روزی 10 نعمت دیگر زندگیتان را نیز به فهرست نعمت‌های خودتان بیفزایید. شاید تصور کنید یافتن 10 نعمت ارزشمند زندگیتان در هر روز کاری دشوار است، اما
هرچه بیشتر در این باره بیاندیشید، بیشتر به این موضوع پی میبرید که نعمتهای بیشماری را در اختیار دارید و باید به دلیل بهره‌مند بودن از آنها در زندگیتان از خداوند سپاسگزار باشید. شما باید به دلیل بهره‌مند بودن از حواس بی‌نظیرتان از خداوند سپاسگزاری کنید، زیرا چشمانی دارید که می‌بینند، گوش‌هایی دارید که می‌شنوند، زبانی دارید که مزه‌ها را تشخیص می‌دهد، پوستی دارید که به شما توانایی لمس کردن می‌بخشد و بینی شما نیز به بوییدنتان کمک می‌کند. شما باید از خداوند سپاسگزار باشید، زیرا پاهایی دارید که با کمک آنها می‌توانید راه بروید. دستانی دارید که از آنها برای انجام دادن کارها استفاده می‌کنید. صدایی دارید که به شما توانایی می‌بخشد تا نظرتان را بیان کنید و یا با دیگران ارتباط داشته باشید. شما باید به دلیل دستگاه ایمنی بدنتان از خداوند سپاسگزاری کنید که دستگاهی شگفت‌انگیز است و در حفظ کردن سلامتی شما نقش مهم دارد. شما باید به دلیل همه اندامهای بدنتان از خداوند سپاسگزاری کنید که ساختار جسمانیتان را تشکیل می دهند و به این ترتیب می توانید زندگی کنید. نظرتان درباره ذهن با شکوهتان چیست که هیچ رایانه پیشرفته‌ای در جهان نمی تواند با آن برابری کند؟ هر بار که نعمتهای زندگیتان را می شمارید، وضعیت احساسی شما بهبود می یابد و شادتر می شوید. چگونگی احساس شما معیاری مناسب است که نشان می‌دهد چقدر سپاسگزار هستید. هرچه سپاسگزارتر باشید، احساس می‌کنید شادتر هستید و زندگیتان نیز سریعتر تغییر خواهد کرد. بعضی روزها به سرعت شاد می‌شوید و بعضی روزها ممکن است شاد شدنتان اندکی طول بکشد. به هر حال، وقتی هر روز به شمارش نعمت‌های بیشمار زندگیتان ادامه می‌دهید، پی میبرید هر بار احساستان بهتر و بهتر می شود و مشاهده می کنید که نعمتهای زندگیتان به شیوهی معجزه‌آسا چند برابر خواهد شد.